ما خاطره داریم با این سمت. برو بریم آی دستتو ببر کنار. اونو ببین قره اونو ببین ای جون. خب سلام، صبح بخیر. دارم آماده میشم برم خونه دخترم تهران. امروز تولد نوامه، انشالله که خوش میگذره. میخوایم بریم تهران با هم دیگه. شما هم با من بیایید، خوش میگذره. امروز دارم میرم خونه دخترم. ورزشمو کردم، صبونمو خوردم، نمیتونم دیگه فیلممو نشونتون بدم چون عجله دارم میرم خونه دخترم. آره اینم بدمش. سلام علیکم، صبحتون بخیر، حالت خوبه؟ چطوری؟ داریم میریم تهران، میخوایم بریم تهران، بریم دنبال فاطمه، بریم تهران. خب دم خونه دخترم فاطمه اومدیم که فاتی رو بره بیاره. فاتی با دخترش، با نوام، با نوه کوچولوی گلم میخوان بیان با هم بریم تهران خونه اون دخترم که دوره هم باشیم. امروز تولد نوه بزرگمه، 21 سالش میشه. انشالله با هم دیگه امروز خوش باشیم. البته فاطمه وقت دکترم داره تهران، میخواد بره دکتر. حاضر نشدن اینا. سلام دخترم، این دخترم، این آیشا خانوم منی. داره حاضر میشه ببرمش. تو رو نمیگیرم، نه فقط از آیسان میگیرم. بگیرش بیارش جوری نشون بده. این علی خریده برات، علی گرفته کادویی. کفشای منم پوشیده، داره راه میره برای من. دختر شدم جانم. بخور خودت، بخور گشنه. مرسی ماما، دست صبونه خوردم همین الان. خب داریم بریم دیگه. نینی آیسا خانوم جونم، کجا بریم مامانی؟ بریم دادا بریم. آیسان جونم، مامانی فیلم بگیرم. بریم کجا بریم مامان؟ دادا بریم. نه دیگه گریه نکن. جنگل سهرست پس بیایید شادی کنیم. بیایید با هم خوانیم ترانه جوانی را. عمر ما دادا میریم با هم دیگه، میریم دادا، مامان، خاله، مامانی، همه با هم بریم کجا؟ دادا میریم. الان رسیدیم دیگه، میخوایم پیاده شیم بریم. الان دیگه اومده از مدرسه، دیگه اومده یاسین. برسیم کوچه‌شون. یاسینم منتظره باشه. آره رسیدیم، ذوق میکنه بچه. خب اومد اینجا، الان سر کوچه رسیدیم. اینا
آیسا بلدی اینجا رو؟ اینه ها چشون کو؟ اینه ها بریم رسیدی بوق بزن میفهمن ما اومد یه بوق بزنی اومدن دم در رسیدیم آفرین رسیدیم ماییم سلام علیکم سلام اینم دانیال منه سلام مامانی آره شیک شدیم چطوری تو دانیال هم یه بوس بدم شلوار شماست اینم شلوارش خب ببینم این منتو شلواریه که من دوختم ببینم تو تنش خوبه جلوتر خب اندازته خیلی هم خوبه عالی شد دیگه چه خبر اینم یاسین منه اینم خوشگل من میمیه دیدی؟ عموه آیسا سلام محمد سلام خوبی میگه پیشی میگم پیشی میمیه آخه هنوز اسم حیوونا رو نمیدونه میگه پیشی میگه پیشی اوه آکواریومو داره نگاه میکن آکواریوم توش چی نیست که آره خالی شده این ماهی هم نمیشه دیگه نمیشه نه آیسا بازی میکنی مامان آیسان گاوه چی میگه مامان میگه ماما بگو بیا ایسان توی که خاله ترکه آره لبه خودمه گل من زاده مهره دنیا مهربونی تو هوای ما برو بریم چه کارو میکنه؟ نگاه دستت چیز تمام نمیشه؟ تیشرتا رو گشاد کرده ناخوناشو گرفتی ناره؟ میمی ناخون نداره میمی چطوری میمی یا ایسان میمیه خدا میخواد بیسکویتر رو نستش میمیه میخواد بیسکویتر رو حالا میمی بیا پیش همون گاش کن رفته سر دانیال کله دانیال نه رفتم جایی بیا آیسان مامانی ببینی قربونت بشم من نوه های گولمی با هم بازی میکنن نوه های من قربونت این داره با این بازی میکنه نگاش کن چه ذوقی میکنه خدا آخه میخند سان
چی؟ پیشیه؟ وایسان چه قشنگ درست کردن اینجا نگاه کن شطرنج شده ماشالله یادش نرفته دست نزن دستم برم فیلم خدا صدا نکن بالشت و بردار از اینجا من میگم آخه اینا کی هم تو رو خدا دارن بادکنک باد میکنن این اینجا داره ساز میزنه این اینجا داره لاچی میزنه این داره اینجا ساز میزنه چه خبره اون چرا پشت بلده نومه اینا نوه ها من ببین چه سر صدا میکنن بابا یه آهنگ اومدیم گوش کنیم حیفه به خدا به این زدنی من یه دونه سنتور واسه میخرم میخواد دوست کنه اینو بگیم میخواد باد کنه بادکنک داره باد اینم داره دیگه باد داره بادکنک داره خانواده شمدانی هن اینا هر کدومشون یک کار انجام میده بادکنک داره باد میکنه شاد بزن تو من کیست
دوست دارم تولدت مبارک 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 تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک دانیالم آفرین چرا شیشتا؟ روز تولدت رسید دوباره تقویم دلم دوره ما خط کشید عشق رو میبخشی با چشام جاذبه داره اون نگاه روز بنفشی واسه من فدای اون خندیدنم خیلی خوشحالم مبارک صورت خاطره داریم با این سمت. آره شما تولد یاسین آفرین بابا داره میزنه دیگه. شاباش شاباش خب یاسینم ما داریم میریم خونمون دیگه. بای 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 خدافظ. بریم خونمون سمانه جون. خدافظ ما میخوایم بریم خونمون. بای بای کردی بای بای کردی. خب بریم بیا بای بای همه با هم خدافظی ماما خدافظی کردیم. بریم خدافظی. داریم میریم دیگه. داریم میریم. بچه نذاش خدافظی کنیم. آیسان نمیذاره اینقدر گریه میکنه. خیلی خوب سمانه جان ما داریم میریم. سمانه در حال آشغال بردن. بای بای خدا دیگه داریم میریم. خسته نباشید. خیلی زحمت دادم خیلی خوش گذشت. دانیالا صدا کن بیا جلو در یه دقیقه. دانیال بگو بیا خدافظی کنیم. بای بای. فیلم نگه زشت بچه دیگه نذاش فیلم بگیریم خدافظی کنیم. باشه خدا بچه‌مون بای بای. باشه خدافظ. خدافظ ماما. خدافظ. باشه خدافظ. خدافظ عزیزم. شب دیگه ما الانم دارم میرم خونه دیگه. شب بریم بخوابیم. دخترم ما رو آورده برسونه دیگه. شب ما آورد من رسون رو برم خونه ببینم چه خبره.
خب امروزم یه روز قشنگ دیگه بود، به من و خانوادم گذشت. امروز خیلی بهمون خوش گذشت. تولد نوه‌م بود، انشالله که 120 سال عمر کنن. این نوه ها من، نوه بزرگمه، دخترامن و اینکه این دخترم خیلی زحمت کشید برامون، مهمونمون کرد، ما سورپرایز کردیم البته نوه‌مو. خیلی دوستشون دارم. امیدوارم شما هم مادر بزرگا نوه‌هاتون رو دوست داشته باشین، برای نوه‌هاتون وقت بذارید. امیدوارم با نگاه قشنگتون ما رو دنبال کنید، من خانوادم رو ببینید و اینکه این پسر نوه من، اینم پسر عموهاشن که با هم عکس گرفتن، با هم همسنن، با هم بزرگ شدن. دخترام خیلی خوشحال شدن امروز، دامادم هم هست و خلاصه نوه هم این خانواده منن و آرزو میکنم برای همه شماها خوش بگذره، همتون با خانوادهتون بهتون خوش بگذره و نگاه قشنگتون از ما دریغ نکنید. منو سابسکرایب کنید. میبوسمتون. عمرتون طولانی باد. خیلی دوستتون دارم. آرزوی موفقیت دارم برای همتون. سابسکرایب بازم یادتون نره، نظراتتونم بدین لطفاً.